سلام بچه، من لایتون هستم و خوش اومدید به اولین قسمت از ویدیوهای ماینکرافتی هاردکور ما. و بچه ها، متاسفانه دو بار من سعی کردم که ویدیو بگیرم. دفعه اول اشتباها فریم هم بردم بالا، پینگ 300 داشت بهم میداد بازی، ولی از اون طرف کل فیلمام باگ شد، کل فیلمی که ضبط کردم. دفعه دوم گرفتم ضبط کردم خیلی قشنگ و کل ویدیو داشتم تو میکروفون فوت میکردم و الانم خیلی دارم سعی میکنم که فوت نکنم. میدونم که بعضی جا ممکنه که توی میکروفون ایو مثل همین الان صدای چیز بیاد، ولی خب حالا این الان ما روز 30 و 40 میریم تو بازی، خودتون میبینید روز چندمیم و تیکه اول این ویدیو هم باگ خورد و ضبط نشد متاسفانه، نمیدونم چرا. و من این سری رو خیلی دوست دارم و اسم این سری رو میخوام بذارم سری بست ماینکرافت هاردکور سری بست و تا الان 70 روز توش زنده موندم. من از آینده میایم و یه بیلد خیلی خوشگل تو همین قسمت داریم و میخواین بدونید که من چرا ویدیوی فایل اولم، فایل دومم، البته فایل اولم که ضبط کردم خیلی لگ داشت، به خاطر این بود که FPS هم و FPS توی بازی که جلوترم نشونش میدم اونو خیلی بردم بالا. دقیقا همینو خیلی بردم بالا، مکس فریم هم خیلی بردم بالا و پینگ 300 داشت بهم میداد، ولی توی بازی ریکوردرم در واقع خیلی خراب بود و لگ داشت میداد. و ببخشید، خیلی دوست داشتم که قشنگ این سری پیش بره، ولی همینجور که میبینید من یه دونه خونه حاضر الان دارم، به خاطر همین نمیتونم که دوباره بیارم، چون یه بیلد خیلی خفنم با هم دیگه کردیم و اگر میشد دوباره از اول میگرفتم. و الان بریم توی لایتمون گذشته. Let's go baby. 1.16 اینجور چیزا. و به خاطر چی حالا اسم این سری رو گذاشتم بست؟ به خاطر اینکه سر نقطه اسپانمون یه دونه پلیجر اوتپوست هست و به خاطر هم که اومدم توی 1.16.4 تا سیستمم بکشه، قراره که بیلدای خیلی خفنی قطعا داشته باشه. از جمله خونه خیلی خوشگلی که دارم از کردم و من خیلی دوستش دارم. بریم داخلش هم بهتون نشون بدم. یه دونه در داریم اول از همه. بعد اینجا یه چند تا چست داریم که این قسمت شاید چست روم یا یه جور خونه درست کنیم برای چست و اینجور چیزا. اینجا ما تمام چیزای حدودا نمیخوایم و آتشخال عجیب غریب اینجا. این آرمورای اولمه، این وسایلیه که کلا همون اول بازی داشتم. می‌دونی که بازی یک کم بس فکر می‌کنم کمتر بشه. اینجا هم وسایل فارمینگ و اینجور چیزا میشه گفت. یک عالمه ویلیجر هم دارم، همونجوری که میبینید این کتابا رو هم به دست آوردم. به علاوه این که الان اینجا اکوافینیتی میخوام بزنم رو کلاه هم. رو کلاه هم زیاد نتونستم چیز بگیرم، من خیلی AFK شدم. الان میریم بهتون XP فارم هم نشون میدم. کلا بلاک های استون و اینجور چیزا، دارک اوک که توی ویدیو قبلی دقیقا رفته بودیم یک عالمه جمع کرده بودیم، یک عالمه اینا رو فنس درست کردم. بعد اینجا هم که دیگه چیزای خاصی نداره، طبقه بالا هم میشه بدروم ما که حدودا چیز قشنگه و اینجا هم میدونه دربه. و الان هم روی روز 46م و برم ببینم اول از همه که توی میکروفون فوت نکرده باشم. اگر فوت کرده باشم باید خیلی تغییر بدم، نمیدونم دقیقا چیکار بکنم و حالا بریم و بیایم ببینم چیکار میتونم بکنم. خب من رفتم یه چند تا چیزو دیدم. یکی این که فایل صدای این بازی، صدای بازی البته یک مقدار اشکال داره که نمیذارم اصلا از اینجا به بعد شاید صدای بازی داشته باشین، به خاطر همین چی هم هست شیدری که زدم و حالا با شیدر میرم اینجا رو جا رو نشون بهتون میدم. یکم صبر داشته باشین، ممکنه که لگ داشته باشیم و من نمیدونم چرا هنوزم داره صدای فوتموت انگار میاد اندک، ولی خیلی قطعا کم شده و خیلی من سعی میکنم که صداش نیاد. و اگرم اولا دارین یه مقدار لگ میبینید به خاطر اینه که شیدر دارم دیگه. و چانک هم 12 این چانک رو یه مقدار کمتر بکنم. خب من رفتم یه چند تا چیزو دیدم. یکی این که فایل صدای این بازی، صدای بازی البته یک مقدار اشکال داره که نمیذارم اصلا از اینجا به بعد شاید صدای بازی داشته باشین، به خاطر همین چی هم هست شیدری که زدم و حالا با شیدر میرم اینجا رو جا رو نشون بهتون میدم. یکم صبر داشته باشین، ممکنه که لگ داشته باشیم و من نمیدونم چرا هنوزم داره صدای فوتموت انگار میاد اندک، ولی خیلی قطعا کم شده و خیلی من سعی میکنم که صداش نیاد. و اگرم اولا دارین یه مقدار لگ میبینید به خاطر اینه که شیدر دارم دیگه. و چانک هم 12 این چانک رو یه مقدار کمتر بکنم
چون که میذاریم 8 و بعد یک کار دیگه هم بکنم. خب کیفیت یه مقدار آوردم بالاتر، نمیدونم کیفیت الان چه شد، بعد نمیدونم چرا ابرو اینجوری میشه. خب اینجا یه دونه ویلیج داریم ویلیج داریم که در نداره و به خاطر اینکه اینجا هاسک هست من دور اینجا رو کامل گرفتم، دارک اوک فنس کشیدم که هاسکا چون تو روز نمیسوزن دیگه نتونم بیان این بر. اینجا هم یه دونه فارم ویلیجر بریدر خیلی خیلی ایزی داریم که واقعا یه دونه بلاک آب میذارید از هر طرف 4 تا دونه بلاک درت و کلا پرش میکنید، بعد آب میذارید، هو میزنید روی بلاک آبو، بعد یه دونه کامپوستر بذارید، دورشو دیوار بکشید، یه دو سه تا دونه ترپ دور بذارید، یکی این ور اینجوری، یکی اون ور و یه دونه هم اونجا بذارید که به سمت داخل باز بشه و بد ها هم سرشون سمت جایی که بالش داره باید این سمتی باشه و یکی هم که اینجاه فکر کنم اینجوری دیگه، اینجوری باید بشه و اینا هم اینجوری. آره این هم خیلی ایزیه واقعا ساختش و اگر خواستین حتما بسازید، خیلی واقعا کاربردیه. و بریم حالا پیش اسپایدر فارممون. آبی داره، اوه نها کنید توی نها کنید خیلی خوشگله. و روی کفشمون هم دفت استرایدر داریم، بخاطر همین تو آب خیلی سری میتونیم شنا کنیم. و جایی هم که ما بذارید جایی هم که بابا بشمان پاگیز شاید کیف قشنگه. جایی هم که چی زدم، فارم اسپایدر همو زدم، در واقع یه دونه ماینشفت پیدا کردم از این اسپایدرهایی که توی ماینشفت اسپام میشه که زهر داره، از اونا که اسمشو الان یادم نمیاد زدم فارمشو که اینا بچه‌ها ایکس پی بیشتری هم میده از اسپایدر معمولی. اوکی اینجا هم کاملا سیف کردم و اینجا میایم اینجا و اینجا خوشگل میریم پایین، هم ببندیم بوم. اینجا خیلی واقعا خوشگله و من عاشق اینجا هم اینچند کردم. من نزدیک 30 یا 40 تا دایمند کلا پیدا کردم، الان هیچی ندارم، یک دونه دارم خونه الان و اینا هم تمام چیام. بذار اینا هم بکشیم و متاسفانه اشتباهی که کردم نکنید، سورد من فقط شارپنس سویپینگ اج داره، یکی هم فایر اسپک و اسمایت داره و اون دوتا هیچ کدومشون به درد نمیخورم. بعد چی کنم، ولی متاسفانه دو تا بوت داشتم، دو تا بوت زدم به هم دیگه و کل ایکس پی هم رفت. الان هم میخوام یه دونه روی هلمت هم چی بزنم، انویل ما اون بره. این هم از آکوافینیتی که واقعا کاربردیه. و حالا بریم بالا دوباره دیگه و شیدر رو هم آف متاسفانه میتونم بکنم. من برای خودم میتونم شیدر بزنم ولی برای ویدیو میترسم خیلی لگ بشه، بخاطر همین شیدر نمیزنم. و بریم بالا، لیتس گو. و توی این قسمت یه دونه جا برای چست روم میسازم. بعد بعد بخوابیم، شب شده اینجوری که بیرون نمیبینید، میخوایم نه بیرون ریسک نمیکنم بچه. من شاید باورتون نشه یک شب هم بیرون نبودم، یعنی دوره فوت کردم دیدم اینجا و ای خدا و بعد حالا یه مقدار دیگه AFK بمونم، یه دونه بوه خیلی خفن درست بکنم، یه دونه شمشیر خیلی خفن و گاد و یه دونه بو گفتم، شمشیرم گفتم، اینم نگاه کنید دیگه یادم نمیاد چی میخوام برای این چند. و بعد روی اینم افیشنسی بگیرم. الان داشتم سعی میکردم از یه دونه ویلیجرم افیشنسی بگیرم و توی این قسمت یه دونه فارم که نه، یه دونه فارم نمیتونیم توی این قسمت بسازیم، شاید هم ساختیم نمیدونم.
ولی یه دونه سازه میسازیم که توش چسروم باشه و سوپر اسملترمون. و ندر فکر نمی کنم برم وای میسم که روی بوم اینچنت کامل داشته باشم، یه دونه ریت فارم هم میزنم بعد میرم و به نظرم اینجوری خیلی سیف داره. اصلا نمیخوام ریسک کنم تو این سری چون خیلی سری رو دوست دارم. اینجا هم یه دونه کریپر بود، بریم بکشیمش. فقط بذاریم با شیدرم بریم بکشیمش چون کریپر شارپنسمون رو در میاریم. کجاست؟ دیسپان شد. I don't know. بکنم دیستان شد. اوکی نمیدونم چرا ولی دیستان شد. و این خونه هم واقعا دوست دارم و با شیدر خیلی قشنگه. و آره بریم من شیدر رو بردارم برگردیم. او مای گاد شانس آوردم که اومدم و چک کردم ویدیو رو و دیدم که ویدیو نمیگیره و کاری هم نکردم. فقط یه مقدار اینونتوری خالی کردم و اومدم متریال جمع کنم برای همین استوریج هم و اصلی ترین چیزش هم همین سندستونه. و اینجا اوشن داریم. اوکی من اینجا رو ندیده بودم. یه دونه ماب فارم هم گویا اینجا قراره بسازیم و میخوام یه مقداری الیکی دور بزنم و بعد برم ببینم که به خاطر اینکه ریکوردرم یه مقدار کیفیت آوردم بالاتر، ببینم که فایل اصلی ویدیو باگ نخوره، لگ نداشته باشه، برم مطمئن شم و برگردم. لیتس گو. ای خدا دوباره فارم ویدیو فایل ویدیوم باگ خورد و ضبط نکرد و کاری هم که کردم یک عالمه لاگ جمع کردم. نمیدونم البته از کجا شما ندیدید ولی فکر میکنم سندستونا رو دیدید و اومدم اینجا هم دقیقا جای نقطه اسپانمونه که پیلیجر اوتپوست هم داره و الان میخوایم ما بخوابیم روی این تخت سیان بد و آره بخوابیم. فکر میکنم این مقدار چوبی که گرفتم کاملا کم باشه و به خاطر همین میخوام یه کار خیلی بزرگ بکنم، یک عالمه درت بکنم و ببرم و توی دزرت بکارم و جابجا بکنم دیگه. let's go. اوکی فکر میکنم کافی باشه و بریم سمت دزرتمون. let's go. یه ایده خیلی خفنم اگر بتونم بگم، یه ایده خیلی خفن هم دارم برای همین فارم میگم برای چست رو هم که واقعا چیز خیلی باحال میشه اگر بتونم همین رو بسازم. به احتمال زیاد میتونم بسازم چون این خونه ای هم که ساختم و فکر میکردم نمیتونم ولی تونستم. ایده که تو ذهنم خیلی قشنگه و باید بریم ببینیم رو کار چجوری میشه. let's go. اول از همه جاشو مشخص کنیم که فکر میکنم اینجا کافی باشه. البته اینجا رو بس چی دارم میکنم، یک جا رو بکنیم فکر کنم ای وای مقدار از این گوشتا بخوریم. اونجا گرفتیم. یه خط اینجوری بکنم پر درز کنم اوکی و حالا روش سپلینگ یک عالمه بکارم. yes let's go. و یه چیزی هم که موقعی که ضبط شد نگره این بود که با F3 میتونید چه کاری بکنید. یکی از کاراش F3 و B F3 و چی زدم F3 و B'ه فکر کنید F3 و B'ه که اینجوری بهتون نشون میده هیت باکس رو در واقع نشون میده که کجا رو اگر بزنید به این ماب مثلا دمیج میخوره
من اگر اینجا رو هم بزنم تو این باکس سفید کلا هیت باکسش، اگر اینجا هم بزنم بهش دمیج وارد میشه و منو میزنه. و این با F3 و B میتونید هیت باکس تمامی ماب ها رو بگیرید ببینید. مثلا آیتم اگر دراپ شده باشه اینجوری خیلی آسان تره دیدنش. مثلا اینجوری بزنید و بیفته، اینجوری خیلی آسونه دیدنش و دوباره F3 و B هم میزنید از بین میره. و یکی دیگه F3 و H که بهتون این دیوریبیلیتی تولزتون نشون میده. الان اون سبزا بالاشو نگاه کنید هیچی نیست، ولی اگر F3 و H رو دوباره بزنم پایین سبزها یه سری عدد اومده که به اون میگن دیوریبیلیتی. سمت چپی مقداریه که مونده، سمت راستی هم مقدار کل. و آره، و یه چیز دیگه هم که هست FCOG که همه میشناسین دیگه. و یه دونه FCOT داریم که کلیک و قفل کنه دیگه. اینم گفتم بگم که خیلی خوبه. خب حالا وسایلی که نمیخوایم رو بریزیم این تو. ها let's go to build this. فکر میکنم اینجا درستش بکنم خوب باشه. بذار میشه حالت ترکیبی بزنم، مثلا اینجوری. خیلی رفتم دنگه. آره ترکیبیش خیلی قشنگ‌تر. و بخوام ترکیبی هم بزنم اینجوری باید بریم. البته میتونیم ترکیبی بیشتر بزنیم. سندستون معمولی هم میتونیم درست کنیم، اسموت سندستون. البته بذارید یه مقداری هم بذاریم اسموت شن. میتونیم تا اون موقع یه مقداری زیر خونمون رو درست بکنیم. چیکار بکنیم؟ منظورم اینه که اینجا رو بکنیم و با درت و گراس عوض بکنیم. پس بریم که این کارو بکنیم. Let's go. این هم از این و اینا دیدن تمام شده. و ببینیم اینا یکی مونده رو بذاریم اینجا. فقط یه دونه پوتیتو دستمه، یه دونه پوتیتو یا هم زمان یه دونه که بیایم اینجا بگوریمش. اوکی. و بد نشد اینجا، بعد قطعا بیشتر بشه. بعد راه های خیلی خوشگلی بسازیم اینجا که قطعا این کارا رو میکنیم، چون اینجا سری بسته و قرار بهترین کارا رو انجام بدیم. و واقعا دارم خیلی خوشگل سعی میکنم اینجا بره جلو. ای وای این آیرناش بر نداشته بودم. اوکی no problem. اوکی اینا آخری هاشونه. اینا هم یکیشتر نمونده. اوکی. و حالا با اسمودستون هم میشه کاری کرد. نه 1 2 3 نمیدونم از این کریپری ها هم بزنم. میزنیم 4 5 این اینجوری بهتر همه. اوکی. حالا چه عجیبه برام این چیدش اینجوری این تایی در رفتن. خب حالا
وظیفه‌مون هم اینجوری میشه که بدی نیست، خوبه. اینجوری آیا بکنم؟ فکر کنم اینجوری بهتر باشه. آره اینجوری به چرخه به نظرم بهتر. بوم. اینم از کل دیوارها شبیه اون چیز نشد که میخوام. ولی هنوز سقف مونده. سقف مهمترین جای. سقف واقعا نشون میده که چی قراره بشه خونم. فقط اینا رو بده. اینو میزنیم. اوکی. برای روف از اینجا شروع نمی کنیم، بعد یکی بیایم بدتر. اینجا شروع میکنیم. آخ وال میاد تا بالا دیگه و خوب شد، بد نشد. حالا باید یادداشت بکنم که چجوری طبقه بندی کردم. خب نکنید دو تا پله چجوری بنویسم. میخواستم حدودا نشد. البته اونجوری که میخواستم اصلا اینجوری ساخته نمیشد. اونجوری میدونید شبیه این چی میشد، قصرهایی که هندی هستن و گنبدی شکلن از اونها خواستم، ولی همین بنظرم واقعا کوب شده، خوب نشده، کوب شده. 1 2 3 4مین بلاک. اوکی 4مین بلاک چه؟ دو تا دونه پله بود، یه دونه یکی 1 2 3 تا هم دوتایی. اوکی دو تا پله 1 2 3 تا از اونا دیگه، یکی دوتایی 3 تا دوتایی. اوه یه دونه پایین شروع کردم، کل سقف باید بکنم دوباره بزنم. اوکی کن اینو باید از یکی بالاتر شروع کنم. آره کل سقف باید بکنم ولی حال ندارم. میریم برا، یعنی من میرم میخوابم و فردا میام. let's go. خب سلام بچه، لایت تیم آینده هم خیلی آینده بچه. این ویدیو قرار بود یه دونه قسمت داشته باشه، ولی چون خیلی ویدیو زیاد میشد تصمیم گرفتم که تبدیل به 2 یا 3 بخشش بکنم. 2 بخش احتمال زیاد. اگر میخواستم کامل بذارم 50 دقیقه ویدیو میشد و ببخشید یه مقدار صدام رفت بالا و آره به خاطر همین 2 قسمت ویدیو میشه. یه فردا پس فردا یه روزی براتون قسمت دومش هم میذارم، بخش دوم البته. و آره عشق منید، عشق بگرید. بعد تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.